اول بعد میپاشیم، بعد از 2 ماه دیگه سبز میشه و به این مرحله میرسه. بعد از اینکه اینو برداشت کردیم میاریم اینو میشوریم به صورت دسته اینو تقسیم میکنیم، بعد دیگه خرد میکنیم به این صورت. در این مرحله بعد از خرد کردن شنبلیله یا همون انبار مالی که اسمش هست میشوریم. بعد از شستن یعنی یه طوری اینو میشوریم که مثلا چرخش کامل بره، این آب سبزی که انبار داره تبدیل بشه یعنی آب سفید، آب زلال. بعد از این مرحله دیگه آماده طبخه. بعد از شستن انبار دیگه آماده طبخه. روغن رو که داغ کردیم بعد انبار میریزیم داخلش، یه تفت میدیم، بعد آب میریزیم تو. بعد از اینکه آب ریختیم دیگه مرغ رو بهش اضافه میکنیم. دیگه ادویه نمک و فلفل و اینا ادویه مخصوصی داره که اینو بهش میزنیم، در قابلمه رو میذاریم تا 2 ساعت. این دیگه غدامون آماده، یعنی آبش کامل خشک بشه. آبش که خشک شد دیگه آماده مصرفه. دیگه میتونیم اینو به عنوان یه غذای محلی ازش استفاده کنیم. و البته یه نون مخصوصی هم داره، نون محلی که بهش میگن تیموش، که همینجا پخت میشه که با اون خیلی خوشمزه تر میشه، که میتونی اونو درست کنی با این غذای محلی مصرف کنی. به مرحله پایانی پخت غذای انبار رسیدیم. بعد از اینکه پخت شد به این صورت در میاد که میتونی این غذای خوشمزه رو سرو کنی.